اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز سه شنبه 5 نوامبر. از وگون آهنین به منزل اجاره، زندگی یک اویله تاجیک پس از نشر گزارش رادیوی آزادی رنگ دیگر گرفت. گفت که اینجا داشتیم گفت 4 ماه نه پروتئین نه چی گفت من خودم همش خودم وای میکنم تامین. از سال نو نرخی پتنت در شهر و ولایت‌های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کاری تاجیک چی می شود؟ شارح آمریکایی میگوید قرض‌های بی‌برکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض‌های هنگفت چین از تاجیکستان چه عاقبت دارند؟ برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت گفت امامعلی رحمان با سفری رسمی اول به شویتزاریا و سپس به فرانسه می رود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. بار آخر پرزیدنتی تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چخ و مجارستان دو کشور عضو اتحاد اروپا سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا پرزیدنتی تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نوی خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چند از اعضای گروه‌های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و 4 فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگون آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراک اهل عائله میشد. رادیوی آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکابرشایو و زرانگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند. یوسف جان دیگر چشم از تلویزیون نمیکند و اکنون هر وقت میخواهد میتواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگون تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعد برای روزگذرانی نبود. خدا باشد که با جان اکثر بهتره. مثل گپ نه در اوان نه در تاریخ نه نمیام. همه شرایط همه اسلوی داره. بعد نشر گزارشی از شرایط بدی این خانواده در رادیوی آزادی، یک صاحبکار آنها را در خانه خود جای کرد. گرفت ما را بگونی روزی آور ما را به چیز چوره آور ما را گرفت ایدارش درون کرد. گفت که اینجا داشتیم گفت 4 ماه نه پروتئین نه چی گفت من خودم همش خودم وای میکنم تامین میکنم. با گفته حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در وگون آهنین توسط رادیوی آزادی مردم زیادی به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد. خدا هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا دا. خیلی سبب کرد ما شما که شناس شدیم. شکر خدا بچه‌های چی همین تجارت کردی کار میکرد اگر بسیارن خیلیش دستگیری کردیم. خدا مشان درست کنه فایز برکت کارشون عطا کنه. اینقدر پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن روز دیگه خرید خونه هم کردیم اثر پولی اوایو 12 کودک خریدیم پولی اوایو. همچنین بعد نشر گزارش طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای طبابت رایگان همسر و 2 فرزند بیمار حکمت الله اظهار آمادگی کرده است. یک پسر او فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد. من زد دکتر ما گفت دکترم کودکای شما چی خیلی هم ما گفتم که نیم خیلی دیاگنوز دارم برادر گفت که خیلی بیار شما ما بینم شما بردم شما دید داده راست دیگه خورده سیم کودکا داده استم با به پول طبابت کرد. حاضرش ده به پول کرده است تشریح. مراجعت‌های به تکراری او به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداد. زندگی در وگون تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختر بزرگشان را به یتیمخانه دهند.
اما حالا دستی کمک افراد خیرخواه این عائله بی سرپناه و پریشان را در یک خانه سرجم کرد، چیزی که اکثر عائله های بی خانه و از هم دور مانده در آرزویش هستند. مقامات چندی از شهر و ولایت‌های روسیه از جمله مسکو و تیومن سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنتی مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت‌های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبت داشتیم با کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت. سال 2019 الکی نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال اخیر 2-3 سال اخیر بالا بردن نشده بود، ولی یک بار بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال با چنین مقدار پولی پتنت رو بردارن، نمیدونم که حال مهاجران چی می شود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتنت البته شاید نفران زیادی از سپردن پتنت، گرفتن خودی پتنت دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون مبلغ رو به دست می آورد، ولی صف اونهایی که اجازت نامه کاری میگیرن یا پتنت میکنن الکی کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیما یا که حکومت محلی الکی یک چیز رو پیخست کردن که چقدر که پولی پتنت رو بالا برن مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن. مهاجران از جریان دشوار گرفتن سندها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسانتر می شود؟ بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند، چنانه که ما میدونیم وقتهای اخیر یک سال اخیر الکی گرفتن پتنت مشکل شده است. به یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها داده نمی شود با آن بهانه یا که با آن سخنان یا که حتی شاید که درست هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنن آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتن حجت های آنها تفتیش نمیکنن و وقتی که پتنت الکی تیار می شود میگوین که شما در حجت های شما قلبکی هستند، در قید آنجا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعت کنند و پولی پرداخت کرده آنها که برای سقورته، برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که برای دانستن زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه میسپرند الکی این مبلغ به باد فنا میرود. تشکر از کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1 میلیون مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده، اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرضهای بی‌برکش چین دام برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی میگوید چین به کشورهای مثل تاجیکستان قرضهای زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرضها ثروت‌های طبیعی و ملی خود کانهای طلا و نقره را تقدیم می کند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل می‌کند؟ ابراز تشکر میکنم از سوالتان. شما درست گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی می باشم. این ایده یا غایه‌ای که پشت دیپلمات قرضهای چینی می باشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند. این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده می توانند یا نه. برخی از طرح‌هایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته می تواند. اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه‌هایی هستند که
کشورهایی هستند که این پول را گردانیدن نمیتوانند. قابلیت برگرداندن این پول را ندارند. می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند. برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین می باشد. اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمیگیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلالند. بله قسما هم گفته میتوانیم که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند و قرض را دادن نمیتوانند مجبور میشوند که به منفعت‌های سیاسی، حربی و امنیتی چین احترام قائل شوند. مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق آمریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروزی سیده میرزیویوا دختری کلانی پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویوا در ماه ینور سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه‌های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویوا مثل گلناره کریمова دختر کلانی پرزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند. میدانید 2 سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیویف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود را گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و اون نمیگذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد. در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیویف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساساً در شبکه‌های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیز از پشت راه گلناره کریمه برود. سوال دیگری من از سراج‌الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند. آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویوا مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل اویلای پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش‌ها عاید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟ البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدمایی هستند که در حکومت بالاخره میخواهند از با ستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شوکت میرزیویف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد. تشکر از سراج‌الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت میکرد. بیننده ارجمند وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. تا برنامه‌های بعدی خداحافظ.